این هفته خبر تو خبر داره براتون از تابستون داغ ایران و قیام تیر ماه در تهران و بسیاری از شهرها که حسابی برق رو از عمامه ولایت پرون. بله، زیر پای آخوندا زلزله‌ای در حال وقوعه که دایناسورهای عمامه‌دار از مدت‌ها قبل خبرشو داده بودن. من فکر میکنم جهان اسلام که علمدارش ایران انقلابی است مواجه شده با یک حمله گسترده از ناحیه دشمنان. همه دست به دست هم دادن، با رهبری آمریکا دست به دست هم دادن که این انقلاب رو ضربه بزنن، نابودش کنن. تا همین جای کار اون چه که بیش از همه تو چشم میزنه وضعیت دلنگون عظما و کله پا شدنش روی تردمیل نظامه. حالا دیگه همه مهرهای نظام ولایت از تقدیرشون در کشتی نظام با خبرن و هر کدوم به زبونی از غرق شدن قریب الوقوعشون میگن. آقای اسفندیان میدونی مثل چیه؟ مثلا توی کشتی هممون هستیم، من دارم زیر پای خودمو میکنم، بعدی که میگی داری چیکار میکنی؟ میگم خب میخوام اینو بکنم تو دستم، اگه کشتی غرق شد من خودمو نگه دارم. آقا اگه کشتی غرق شد هممون غرق میشیم. اینو باید ببینیم. عظما هم از ترس به سکسکه افتاده و یه گوشه نشسته شاهد غرق شدن کشتی نظامه. این مم جواد ظریفم که برجامش بدجوری به فرجام رسیده به زبون خودش از غرق شدن کشتی نظام آه و ناله میکنه. ما تو ایران از اصولگرا، اصلاح طلب، بیخط، مخالف جمهوری اسلامی، مخالف دولت، هممون توی کشتی نشستیم. هدف نه دیگه نظام جمهوری اسلامیه، نه دولت آقای روحانیه، هدف ایرانه. این ایران رو میخوان نابود کنن. این هدف رو انشالله ما هممون با همدیگه ناکام میکنیم. وزیر خارجه ضخیم آخوندا در حالی دنبال اتحاد با اصولگراهاست که اصولگراها هم بهش اعتمادی ندارن و پیشاپیش میدونن که جای جاش پشتشون رو خالی میکنه. آقای ظریف گفتن در صورت تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون TF برای حمایت از گروه‌های محور مقاومت مشکلی به وجود نمیاد. نه تنها گروه‌های مقاومت، گروه‌های داخلی خودمون، گروه‌ها دستگاه‌های رسمی امنیتی جمهوری اسلامی دچار مشکل میشن. درست. همین صدا و سیمای ما دچار مشکل میشه. منظورش اینه که به حرف جماعت اعتدالی پرتغالی نمیشه اعتماد کرد. اینا هممون رو سر کار گذاشتن. Tanto lei là, si no, sì, stai in mezza giornata. Cagli forte. Lui può essere il vincitore, c'è la fronte bassa. Dai. Sessione. Va, va, oh. Dai più forte. Io sono ancora. Levola. Ci messo la colla. ببینید کار به کجا کشیده که اصلاح طلب‌های قلابی مثل این هم به غلط کردم گویی افتادن. وضع قاچاق کالا و ارز به اندازه‌ای اوضاع وخیمی پیدا کرده که خدا شاهد است بنده به عنوان نماینده مردم خجالت میکشم از این که بگم حمایت کردم از این دولت با این وضعیت اقتصادی. این
این هم یه تصویر گویا از امید این جماعت شیاد به بکسور کردن ماشین قراضه‌شون توسط هواپیمای جامعه جهانی. آخر و عاقبتش رو خودتون ببینید. حالا سوال اینجاست که دغدغه عظما تو این شرایط چیه؟ اون دشمن درونی چیست؟ اون دشمن درونی عبارت از بی‌انگیزگی، ناامیدی، بی‌حالی، بی‌نشاطی، تنبلی، اینا دشمن ماست. اینجا فقط یه جمله میشه گفت، اونم اینه که خیلی اوضاع خیته، خیلی اوضاع خیته. یه وقت فکر نکنید عظما از همه جا رونده و از همه جا مونده است. نه، یه مشت مداح داره که قراره اینطوری به دادش برسن. آره سرفرازیم قصه دلی مینازیم، آره سرفرازیم تو رو زنن آفریقا که موشک میسازیم، تو رو زنن آفریقا. نقش اینا وسط روزخونی عظما یه چیزی تو این مایه هاست. Mer än hälften av alla förskolebarn حالا این اتفاقات در شرایطی داره میفته که متحد قدیمی عظما یعنی روسیه هم پشت ولایت رو خالی کرده و تو اجلاس اوپک با افزایش تولید نفت موافقت کرده. وزیر نفت آخوندا در برابر این اتفاق اینطوری با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه میداره. جمله معروف چرچیل یادتون نره، ازش میپرسن شما چطور رفتی با روسیه که دشمن استراتژیک ما بود متحد شدید در جنگ دوم؟ میگه بریتانیا هیچ دوست و دشمن دائمی نداره، فقط منافع ملی دائمی داره. مثلا قرار بود روسیه با جرثقالش عظما رو نجات بده، اما آخرش این شد. از اونجایی که اوضاع خیلی بیخ پیدا کرده و لشکر گرسنگان حسابی عظما رو به هول و ولا انداختن، جوجه آخوندایی مثل آخوند تانگه مجبور شدن بالای منبر برن و از این لاته به هم ببافن. حاج آقا 8 سال توی مملکت جنگ بود، چی شد؟ اینا نگاهشون چیه؟ فقط شکمیه. دیروز تخم مرغ گرون شد، سیب زمینی پیاز گرون شد، خب چی شد؟ این هم نتیجه انقلاب و جنگ. ما که انقلاب نکردیم که سیب زمینی پیاز ارزون بشه، که ما انقلاب کردیم که پرچم لا اله الا الله بر فراز این مملکت و ان شاء الله بر فراز همه کشورهای دنیا برافراشته بشه. ما برای این انقلاب کردیم. البته واضحه که همه این به پر کردن ها و ادا و اصول ها برای فرار از پشت مردمه. خوبه یادی هم بکنیم از این آخوند مفتخور و نسخه ولاییش برای مقابله با گرانی مرغ. به عنوان مثال ما میبینیم عده زیادی درباره مثلا قیمت مرغ دارن فریاد میکشن چرا اینطور شده. حالا آدم اگر مثلا نخوره چه میشود؟ من بدون اینکه تحریم به کسی کنم میگم تحریم نمی کنم، خودم تصمیم گرفتم نخورم، این چه میشه؟ آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره.
همه این اتفاقات در حالی داره میفته که مردم ایران توی چنین وضعیتی هستند. بریدن بالا رفت تموم شد نیست شد کلن حذف شد وارد نمیشه دیگه خارج هم دیگه نمیشه بردن برداشتن دیگه نیستن قدغن شده بالا کشیدن نمیشه دیگه خوردن یابم روش قاچاق شده ممنوع است شکنش کردن نمیدن دیگه خیلی گرون شد دیگه اصلا فکرش هم نکنم نه عجب نمیشه دید نمیشه خورد اونا هم که دیگه نمیشه برد اینا هم نمیشه زد نه احتیاجی نداریم ماشون نه اینم که نبوده مهم نیست اینم نیست دیگه نه اونم نبود نه اینم احتیاجی نداره نه اونم اصلا ایرادی نداره نباشه چه ایرادی داره نه اونم نمیخوام نه اینم تا الان بوده دیگه نیست دیگه چیکار کنیم عادت داریم نه نمیخوام اونم نه اینم نمیخوام نه اینم احتیاج نداریم نه چه نه. این هم یه نمونه دیگه از سریال اعترافات در نظام ولایت و اذعان به وارونگی همه چیز. هرگاه ارزش ها عوض می شوند عوضی ها با ارزش می شوند. من یه حرفی زدم گاهن چوبشم خوردم، گفتم مسئولین ما کار بلد نیستن، کار بلدای ما مسئول نیستن. یعنی یکی از آفتهای جدی ماست کسانی بر سر کار مسئولین فرهنگی قرار می گیرن که اصلا الفبای فرهنگی رو نمیدونن. بله اینا نه دروازه‌بانشون سر جای خودشه و نه پنالتی زنشون. این بزبز قندی هم طبق معمول کارش اینه که برای بسیجی‌های هول کرده آب قند درست کنه و در کنارش یه لگدی هم به عمامه شیخ فری بزنه. بعضی هم شناسنامه ایرانی دارن، تو دانشگاه‌های ما اینور اونور، تو مسئولین ما هستن همین رو دارن میگن، تو مدیریت و حکومت هم هستن همین رو میگن. نظام اجتماعی تربیتی رو جوری ساختن تو این 100 سال 150 سال این چند تا قدرت غربی در همه کشورهای اسلامی از جمله ما که شما حتی تو خانواده بمباران میشی، اسم رو بچت بخواد بذاری یه اسمی میذاری که تنین غربی داشته باشه، حتی خانواده مذهبی. این ادا و اطوار آخوندا و اینکه میخوان خودشون رو توانا نشون بدن بیشتر تداعی کننده وضعیت اینه. آخه کجا رو میتوانید؟ با کدوم ماشین؟ کدوم نظام؟ این حاج آقا قناری احتمالاً فهمیده که دیگه نمیتوانند، به خاطر همین زده تو خط بیخیالی و آواز. جان من جهان من، جان من جهان من، روی سپید تو شده است. در پایان توجه شما رو به شیوه جالب این آقای دکتر جلب میکنیم که با چند ابتکار جالب طوری به این کوچولو آمپول میزنه که اصلا نمیفهمه. Are you kidding me? Wow.